بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به کانال بهناز افغانگر. اول برنامه هست یا چمانه را که سابسکرایب، لایک و کامنت بگذاریم. در این جلسه ما بررسی میکنیم مشکلات فایل از قبیل که کامنت، هیدر و فودر آیا برای خواندن مشکل بر نمیخوره و یا اگر برای ورژن های بعدی مایکروسافت ورد قابل اجرا می باشه برنامه یا خیر. بیایم که شروع کنیم. برای که مرور بشه به جلسه قبلی بیایم در قسمت مایکروسافت ورد بلانک داکیومنت. در جلسه قبلی ما در بخش فایل گزینه هایی که وجود داشته خوندیم. گزینه هوم که در این بخش ما بلانک داکیومنت داریم با تمپلیت هایی که اخیراً باز کردیم و در قسمت پایین ریسنت می باشم. برنامه هایی که اخیراً سیو کردیم و اونا رو باز کرده باشین در بخش ریسنت قرار می گیرم. نیو خواندیم، گزینه نیو که در این بخش می تونیم تمپلیت های مختلف در این قسمت سرچ کنیم. مثلا می نویسیم بیزنس و میبینیم که تمپلیت های متفاوت با دیزاین های متفاوت برای ما باز میشه که هر کدوم دوست داشته باشیم میتونیم باز کنیم و اطلاعات داخلی رو درج کنیم. گزینه بعدی از قسمت فایل ما انفو می باشه که در این بخش سمت راست برای ما اطلاعات راجع به فایلی که سندی که داریم برای ما ارائه میده که از سایز و تعداد صفحه و کلمات گرفته تا به نویسنده و آخرین باری که تغییر وارد شده، آخرین باری که باز شده، تمام اطلاعات در این قسمت برای ما میده. در سمت چپ میبینیم که گزینه به نام پروتکت داکیومنت بود. در این بخش ما انکریپت پسورد خوندیم که برای ما پسورد میده برای فایل ما. زمانی که فایل باز میشه بدون از اینکه اطلاعات داخلی رو نشان بده رمز اول میخواه، بعد اطلاعات فایل نشان میده. در بخش رستریکت ادیتینگ اطلاعات فایل برای ما نشان میداد اما نمیتونستیم تغییری بروی فایل اعمال کنیم. زمانی که تغییر میخواستیم اعمال کنیم برای ما در سمت راست اختار میداد که این فایل رستریکت ادیتینگ شده و اگر شما میخواین که تغییری وارد کنیم باید رمز داشته باشیم. در جلسه امروز گزینه مارک از فاینال میخوانیم که به معنای نشانی به عنوان نهایی می باشه. زمانی که این گزینه کلیک میکنیم و به روی سند خود اعمال میکنیم سند ما با عنوان فایل نهایی ذخیره میشه و نشانی میشه. زمانی که ما روی گزینه کلیک میکنیم این گزینه برای ما باز میشه This document will be marked as final and then save. این سند با عنوان مارک از فاینال ذخیره میشه و نشانی میشه. زمانی که اوکی کلیک میکنیم و دوباره این گزینه بعدی برای ما باز میشه که This document has been marked as final to indicate that editing is complete and that is the final version of the document. یعنی به عنوان عزیز ذخیره میشه که از لحاظ editing کامپلیت شده و ورژن آخر نهایی می باشه از داکیومنت ما. زمانی که اوکی کلیک میکنیم به عنوان پروتکت داکیومنت ما رنگ زرد میگیره. زمانی که میایین در قسمت فایل خود میبینیم که در سمت بالا به نشانی زرد رنگ برای ما اینجا مارک از فاینال نوشته شده. Author has marked this document as final to discourage editing. به این معنی می باشه که نویسنده نشانی کرده این سند به عنوان نهایی از لحاظ editing. زمانی که ما از این فایل خارج میشیم و دوباره میخوایم وارد اون فایل بشیم this pc درایو ای ورد و کامپیوتر باز میکنیم میبینیم که در قسمت بالا یک نوار زرد رنگ ظاهر شده و مارک از فاینال نوشته. زمانی که خواسته باشیم ما تغییری بر روی سند خود وارد کنیم این اجازه برای ما داده نمیشه. زمانی که بک اسپیس کلیک میکنیم میبینیم که این
تغییر وارد کرده نمیتونیم. زمانی که انتخاب میکنیم یک قسمت متن و بک اسپیس میزنیم میبینیم باز هم برای ما تغییر اجازه نمیده که وارد کنیم. اما به زمانی که ما ادیت انیوی بزنیم این اجازه برای ما میده، یعنی پسورد نمیخواه اما این اجازه داده میشه که شما تغییر وارد کنیم. زمانی که میایم در قسمت دیفینیشن انتخاب بک اسپیس میزنیم میبینیم که پاک میشه. پس میبینیم که به راحتی کسی میتونه تغییر وارد کنه. اگر خواسته باشین که کسی تغییر وارد کرده نتونه، بعد از گزینه هایی که در دروس قبلی خواندیم Restrict Editing و یا Encrypt with Password از اون گزینه ها استفاده کنیم در بخش فایل. خب میایم در بخش فایل، گزینه info بودیم، گزینه های Protect Document تمام شد. در قسمت Check for Issue میایم، یعنی بررسی برای مشکلات. زمانی که ما کلیک میکنیم سه گزینه می باشه که گزینه اول Inspect Document هست به معنای بررسی سند. زمانی که این گزینه شما اعمال میکنیم به روی سند خود، از لحاظ کامنت و هیدر و فودر که در سند خود ایجاد کردین بررسی میکنه. برای اینکه این گزینه ما اعمال کنیم اول میاییم در قسمت فایل خود، مثلا در این قسمت ما هیدر میدیم. در سمت بالا زمانی که دبل کلیک میکنیم گزینه برای ما ایجاد میشه به نام هیدر. در این قسمت که میبینیم خط چین شده هسته و در زیر نوشته هست هیدر. هیدر به معنای عنوان میباشه. زمانی که ما در قسمت بالا کلیک میکنیم و درج میکنیم یک عنوان، مثلا کامپیوتر لیسن، زمانی که در قسمت خالی سند دبل کلیک میکنیم در قسمت بالا میبینیم که برای ما عنوان ما قرار گرفت کامپیوتر لیسن. اگر که یک صفحه دیگه هم ما داشته باشیم در قسمت پایین، مثلا در قسمت انزرت بیایم بلانک پیج کلیک کنیم، صفحه جدیدی که برای ما باز میشه باز هم هیدریو به عنوان کامپیوتر لیسن می باشه. هر بار هر تعداد صفحاتی که شما خواسته باشیم ایجاد کنیم در قسمت بالای صفحه میبینیم که کامپیوتر لیسن به عنوان هیدر قرار گرفته و در تمام صفحاتی که شما ایجاد کنیم درج می باشه. مثلا اگر ما در این قسمت انتخاب کنیم و خواسته باشیم کامنت اضافه کنیم، اینها در جلسات بعدی هم میخوانیم. حالا به خاطر از اینکه گزینه Inspect Document ما اجرا بشه ما این کارها انجام میدیم. زمانی که کامپیوتر انتخاب کردیم، مثلا یک قسمت از متن رو انتخاب کردیم، میایم روی ریبون ریویو گزینه نیو کامنت کلیک میکنیم. در قسمت سمت راست میبینیم که برای ما این صفحه باز میشه و اجازه میده که ما کامنت خود در اینجا درج کنیم. مثلا ما اینجا نوشته میکنیم check for later. زمانی که نوشته میکنیم check for later در بخش کامنت ما قرار میگیره. زمانی که بخواهیم Inspect Document اعمال کنیم میایم در قسمت فایل info check for issue Inspect Document کلیک میکنیم. در قسمت متن نوشته هست make sure you save your changes because the document inspect might remove data that couldn't be restored later. Do you want to save your file now؟ در این قسمت از ما میخواد که فایل خود ذخیره کنیم، به خاطر که Inspect Document تغییراتی وارد میکنه بروی فایل ما. اگر خواسته باشیم گزینه yes میزنیم که ذخیره بشه و تغییر وارد بشه، در وقت نو بزنیم ذخیره نمیشه و Inspect Document اعمال میشه. ما گزینه نو میزنیم. بعد در این قسمت برای ما گزینه ها لیست کرده که چه گزینه های بررسی کنه. ما در این قسمت هر گزینه‌ای که دوست داشته باشیم روی کلیک میکنیم و علامه تیک میگذاریم. مثلا در بخش Comments, Revision and Versions یا در بخش Document Properties and Personal Information برای ما بررسی کنه و در آخر گزینه Inspect میزنیم. میبینیم که در قسمت بالا نوشته است Comments, Revision and Versions، یعنی در این قسمت برای ما یک کامنت پیدا کرده
در قسمت Document Properties and Personal Information در مورد Document Properties و author ما یا نویسنده ما پیدا کرده. اطلاعات آیا میخواین که باشه یا که میخوایم پاک کنیم. اگر Remove All بزنیم میبینیم که برای ما اون گزینه پاک میکنه و زمانی که ما در قسمت خارج بشیم و بیایم در قسمت فایل خوب ببینیم میبینیم که قسمت کامنت برای ما حذف کرده. این بود از گزینه Inspect Document. حالا برای که گزینه دوم بخوانیم میایم در بخش فایل Info Check for Issue Check Accessibility. چک اکسسیبیلیتی چه کاری انجام میده؟ بررسی میکنه فایل شما از نظر اینکه آیا برای اشخاص که دارای معلولیت میباشن این فایل قابل خواندن برای اینا میباشه یا خیر. زمانی که ما روی این گزینه کلیک میکنیم در سمت راست بررسی میکنه و در این قسمت نوشته است No Accessibility Issue Found. هیچ مشکلی در قسمت اکسسیبیلیتی پیدا نشد. People with disabilities should not have difficulty reading this document. اشخاصی که دارای معلولیت می باشن مشکلی پیدا نمی کنن با خواندن این سند. این بود از گزینه دوم ما. حال میایم به گزینه سوم در قسمت فایل Info Check for Issue. گزینه Check Compatibility می باشه. این گزینه چه کار میکنه؟ بررسی میکنه فایل شما از لحاظ ای که آیا برای ورژن های بعدی مایکروسافت ورد کدام مشکلی بر نمیخوره. زمانی که روی این گزینه کلیک میکنیم بررسی میکنه و میبینیم که در قسمت بالا نوشته هست No Compatibility Issue were found. هیچ مشکلی از لحاظ سازگاری پیدا نشده و از روی گزینه اوکی کلیک میکنیم و تمام. این بود از گزینه ها برای بررسی مشکلات فایل. امیدوارم این درس مورد پسند شما واقع شده باشه. برای حمایت از کانال ما لایک، سابسکرایب و کامنت یاد شما نره. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.